سلام، من دکتر مریم اکبری هستم، جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی. یه مقدار در مورد کولپوسکوپی میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم. روش نوینی که برای غربالگری سرطان دهانه رحم به صورت تخصصی عمل میکنه. میدونیم که کوتست یا همزمان تست گرفتن HPV و پاپ اسمیر الان در پروتکل جهانی هستش و ما همه خانم هایی که برای غربالگری میان وقتی تست پاپ اسمیرشون انجام میدیم و HPV شون مثبت میشه، مخصوصا اگر های ریسکشون مثبت بشه و بر اساس تغییرات سلولی که در پاپ اسمیر میبینیم و تغییرات ماکروسکوپی که با چشممون توی معاینه میبینیم، تصمیم میگیریم برای بیمار کولپوسکوپی انجام بدیم. یه روش کاملا فوق تخصصی هستش که با رنگ‌آمیزی هایی که در دهانه رحم انجام میشه و با میکروسکوپ نگاه کرده میشه، ما نمونه های عمیقی از دهان رحم میگیریم و برای پاتولوژیست میفرستیم. جواب پاتولوژی برای ما خیلی مهمه و به عملکرد ما برای درمان بیمار که حالا فریز، پلاسماس، لیزر یا لیپ هست، یعنی لایه دهان رحم بکنیم یا اینکه نه اصلا کلا مریض هیسترکتومی بشه یا رحمش درآورده بشه، متفاوته. پس اگر پزشکتون به شما گفت کولپوسکوپی باید انجام بدید، بدونید که کولپوسکوپی چیه و برای چه کاری قرار انجام بشه. با توجه به شیوع بالای HPV و مشکلاتی که الان توی جامعه ما وجود داره، مشخصاً انجام این روش تکمیلی بسیار کمک کننده است. متشکرم.